بنیانگذارش کی بود سازمان زنان؟ بنیانگذارش اون مجمع 5000 نفری بود که تصمیم گرفتن که این سازمان رو به وجود بیارن. بعد گزارش به کی میداد این سازمان؟ گزارش به شورای مرکزی. خود شورای مرکزی میداد. یعنی ملزم نبود و موظف نبود که این گزارش رو به نهادی دولتی بده. ببینید من چقدر خوشحالم که شما این سوالا رو می‌کنین و اینکه اینا باز افسانه هایی است که اهمیتش فقط ماها که میدونیم زمانمون گذشته داریم در خارج کار میکنیم در سطح بین‌المللی. مهم این است که دوستان و فعالین در ایران گذشته خودشون رو بشناسن. این نهادهای مدنی در واقع در سطح جهان خیلی شبیه هم کار میکنن. البته در هر چه جامعه بازتر باشه کار اونها بازتر میشه و بیشتر حمایت میشه، ولی این صرفا اینه که شما از دولت گرانت میگیریم به اصطلاح، یعنی کمک میگیریم، یعنی ممکنه کمک بگیریم روی پروژه خاص. مثلا بیشتر سازمان‌های حقوق بشر یا سازمان‌های زنان یا سازمان‌های مربوط به حفظ محیط زیست، همه اینها از نهادهای مختلف کمک مالی میگیرن. در جهان سوم به خصوص که اصولاً سنت کمک وجود نداره به این سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های مدنی، یعنی فقط شما در واقع در سنت سازمان‌های خیریه است که فقط برای نجات آتیه خودشون در بهشت به گروه‌های مذهبی پول میدن، یا خیریه به عنوان این که کمک به افرادی که نیاز به فقیرن یا نیاز به کمک مالی دارن. ولی اون سنت کمک به هنرها، کمک به نضج جامعه مدنی متاسفانه در جهان سوم تازه داره شکل میگیره و بیشتر سازمان‌هایی که در سطح جهان سوم امروز هم وجود داره همشون مجبورن از سازمان‌های بین‌المللی یا از سازمان‌های دولتی کمک بگیرن. مثلا فرض کنید سازمان خود ما، سازمان بین‌المللی آموزش زنان، از دولت هلند مثلا پول میگیره الان. بعد اینی که این ببینید تفاوت هست البته خانم افخمی بین آنچه که شما خودتون در پایین درست میکنید و بعد تقاضای کمک میکنید از دولت خودتون و از دولت‌های دیگر، یا اینکه نهادی درست میشود و همون عکسی که ما نشون دادیم و مورد حمایت مستقیم حکومت قرار میگیره. یعنی مثلا در نشستش نخست وزیر شرکت میکنه و مثلا اعضایی که حمایت کردند همیشه اون تشکل و در اون نشست ها شرکت در واقع حمایتگرانه دارن، اما این شرکت حمایتگرانه‌شون یه معنی دیگه هم داره وقتی از بیرون نگاه میکنیم. این است که وقتی که حکومت نهادی رو حمایت میکنه بدیهی است و طبیعی است که در جهت اهداف خودش میخواد حمایت بکنه. به همین دلیل که از نهادهای مدنی غیر دولتی صحبت میکنیم، چون اونها ممکنه هدفی داشته باشن که اصلا با هدف حکومت جور در نیاد و شاید فشار به حکومت بیاره. میدونین من اینو به این دلیل میگم، میخوام به آخر در واقع سوالم برسم که وقتی که نهادها به نوعی اینجوری زیر چتر حکومت هستن، حتی اگر که نهادهای دولتی نیستن، با فروریزی حکومت خب این نهادها از بین میرن ولی اگر که زیر چتر حکومت نباشن با فروریزی حکومت از بین نمیرن، ادامه پیدا میکنن. ببینیم این چندین مطلب شما اینجا مطرح کردین که همش سوال‌هایی است که جواب‌های نسبتاً طولانی داره. اولا اون عکسی که شما نشون دادین مربوط به حزب رستاخیزه که اصلاً ارتباطی به سازمان زنان نداره، یه مسئله کاملا مجزاست که انشالله بهش برسیم. مسئله اینه که حکومت حمایت میکنه. حکومت در زمینه کار سازمان زنان یه نوع نقش میشه گفت موازی داشت یا پارالل، یعنی این که حکومت از یه نظر برای ما خیلی مفید بود به خاطر این که هدف حکومت در اون دوران، یعنی در 10-11 سالی که من اونجا بودم، هدف حکومت این بود که به مدرنیته عقیده داشت، به پیشرفت عقیده داشت، به علم عقیده داشت و به اینکه ایران بایستی علم رو بومی کنه. بایستی ببخشید این عکس برای اینکه روشن باشه که گذاشتن دوستان روی صفحه، عکسیه که انتشارات سازمان زنان مثل این که بله این خانم سادات با ملکه فرح
و من. بله. این یه پذیرایی بود از خانم سادات که مهمان ایران بود و یکی از خانم انور سادات، بله، خانم رئیس جمهور مصر و وقت مصر. بله، و یه فرصتی بود که ما نشریات سازمان زنان رو به خانم سادات نشون بدیم که خیلی علاقه‌مند بودن. بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببخشید. مثلا در واقع این بود که اون زمان حکومت به توسعه عقیده داشت، میدونین، یعنی فکر میکرد که توسعه ایست خیلی خوبیه، علم خوبه، پیشرفت مهمه و ما در واقع اون حکومت به هیچ وجه حکومت فمینیست نبود. مردانش هم مثل مردان همه جهان سوم و بخصوص حتی جهان اول راستش بخواید همچین زیاد به عدالت اجتماعی در سطح مساوات زن و مرد اعتقاد خاصی بیشترشون نداشتن. مسئله این بود که میتونستیم ما این بحث رو پیش بیاریم که اگر به آموزش عام عقیده هست، اگر به پیشرفت علم عقیده هست، اگر که میخوایم به جای کارگر وارداتی از دور دنیا با مسائل خودش میخوایم که اشتغال در سطح اختصاصی در سطح کارگران حرفه‌ای داشته باشیم، چرا نه که نصف جمعیت؟ اصلا بدون اون نصف جمعیت این کار امکان پذیر نیست، حتی به عنوان معلم اون یکی نصفه. در نتیجه یه موازاتی به موازات هم کار میکردیم، ولی دولت هیچ نوع نقشی روی تصمیم گیری های سازمان زنان نداشت، هیچ نوع علاقه‌ای به کارهای سازمان زنان نداشت. همینطور که عرض کردم اونها هم مثل بیشتر آقایون دیگه مسائل زنان رو نه جدی میگرفتن نه براشون اولویت داشت، مگر اینکه میشد که قانع کرد که اینها به هدف کلی پیشرفت جامعه مربوط میشه. در نتیجه خیلی آسان‌تره با یه همچین حکومتی شما جر و بحث کنی تا با حکومتی که اصولاً با پیشرفت، توسعه، علم مخالفه. بحثی نیست، میدونید. از اون نظر حکومت خیلی برای ما مفید بود، ولی به هیچ وجه سازمان زنان نه راهنمودی از دولت میگیره، اصلا تماسی با دولت داشت تا وقتی که من شدم وزیر، که اون وقت یه وضع دیگه پیش می آمد که هنوز هم سازمان زنان برای خودش یه نهاد غیر دولتی بود، ولی من در واقع نقش وزیر رو در کابینه داشتم. یعنی هم سمت وزارت رو داشتید و هم دبیرکل سازمان زنان. بله، که البته اون وقت یک قائم مقام داشتم که اون در حقیقت کارهای اصلی سازمان زنان رو اون انجام میداد. این یه الگویی است که مثلا برزیل هم داشت که به اصطلاح سازمان ملی زنانش در واقع رئیسش در ضمن توی کابینه هم بود که همکار فعلی ما هست خانم ژاکلین پیتنگ. به طور خاص الگوی خوبی نیست، چون میدونی من اولین وزیر زن نه زن وزیر در ایران بودم و دومین در دنیا. یه الگوی تازه‌ای بود، اکسپریمنتال بود. الان اگه قرار بود دوباره این کار کنیم من استعفا میدادم از سازمان زنان و یا دولت رو قبول میکردم یا سازمان زنان رو، برای اینکه هرچی باشه یه نوع حتی اون ذهنیتی که در مردم به وجود میاره مفید نیست. الان که نگاه میکنید به اون موقع، ولی میگم چون ما در ضمن خیلی هم فواید خوبی داشت برای ما که اونها رو میشه بعداً راجع بهش صحبت کرد.